سلام و خوش اومدیم به پادکست آموزشی امروز ما با موضوع معلمان بزرگ چه کار متفاوتی میکنند. امروز میخوایم درباره کتاب What Great Teachers Do Differently نوشته تاد ویتاکر صحبت کنیم. کتابی که رازهای موفقیت و ویژگی‌های معلمان برجسته رو به شما نشون میده. اگه شما معلم هستین یا میخواین مهارت‌های تدریس خودتون رو ارتقا بدین، این پادکست مخصوص شماست. این کتاب به بررسی 19 ویژگی کلیدی میپردازه که معلمان بزرگ رو از دیگران متمایز میکنه. تاد ویتاکر با استفاده از داستان‌ها و مثال‌های واقعی نشون میده که چگونه میتونیم کلاس‌های پرچالش رو به فضای امن، انگیزشی و اثربخش تبدیل کنیم. ویژگی‌های برجسته کتاب تمرکز روی رفتارهای عملی و قابل اجرا، استفاده از مثال‌های واقعی معلمان موفق و تاکید بر ایجاد جو مثبت و مدیریت موثر در کلاسه. تاد ویتاکر یه متخصص آموزشی، نویسنده و سخنران آمریکاییه. اون بیشتر از 60 کتاب در زمینه آموزش و رهبری منتشر کرده و سالها تجربه تدریس و مدیریت آموزشی داره. کتاب What Great Teachers Do Differently یکی از پرفروش‌ترین آثار تاد ویتاکره که تاکنون بیشتر از 750,000 نسخه به فروش رفته. ویتاکر بر این باوره که معلم بزرگ کسیه که نه تنها درس میده بلکه الهام بخش و مربی واقعی برای دانش آموزانه. چرا این کتاب رو باید بخونیم؟ به خاطر ارائه استراتژی‌های عملی که برای مدیریت کلاس و یادگیری موثر در کتاب به کار رفته. اهمیت ایجاد روابط مثبت با دانش آموزان و همکاران که روش تمرکز گذاشته شده. ایجاد فرهنگ مدرسه مثبت که تاثیر مستقیمی روی یادگیری و رفتار دانش آموزان داره و بازتاب و رشد شخصی معلمان که میتونه بازتاب عملکرد خودشون رو و یادگیری از طریق تجربه ها رو گوشزد کرده. و در انتها میخوایم حالا 19 ویژگی معلمان بزرگ رو که تاد ویتاکر توی کتابش ذکر کرده بگیم. اولیش انتظارات بالاه که معلم از خودش و دانش آموزاش انتظار موفقیت داره. دومیش تمرکز بر دانش آموزه، یعنی نیازهای دانش آموز رو اولویت قرار میده. سومیش اعتماد به نفس و اقتدار در کلاسه، با آرامش و قاطعیت کلاس رو مدیریت میکنه. چهارمیش مدیریت کلاس موثر، قوانین واضح و اجرای مستمر داره. پنجمیش ایجاد جو مثبت و حمایتی، محیطی امن و انگیزشی برای یادگیری. ششمیش انعطاف پذیریه، روش‌های خودش رو بر اساس نیاز دانش آموزان تغییر میده. هفتمیش ارتباط قوی با دانش آموزانه، روابط دوستانه و محترمانه است. هشتمیش بازتاب و خودارزیابی مداومه، یعنی پس از هر درس معلم عملکرد خودش رو بررسی میکنه. نهمیش مسئولیت پذیری کامله، یعنی موفقیت و شکست کلاس رو معلم مسئول خودش میدونه. دهمیش احترام متقابله، یعنی با همه با احترام رفتار میکنه و انتظار همون رفتارم داره. 11میش الهام بخشی و انگیزش، دانش آموزان رو به تلاش و پیشرفت تشویق میکنه. 12میش تمرکز بر یادگیری عمیقه، یعنی به جای حفظ کردن یادگیری واقعی رو هدف قرار میده. 13میش تطبیق تدریس با نیازهای فردیه، روش‌ها رو با سطح و سبک یادگیری دانش آموزان هماهنگ میکنه. 14میش صبوری و پایداریه، یعنی در برابر چالش‌ها ثابت قدمه. 15میش استفاده از بازخورد موثره، یعنی از بازخورد برای بهبود یادگیری و عملکرد استفاده میکنه. 16میش نوآوری و خلاقیت در آموزش، روش‌های جذاب و نوین برای یادگیری به کار میبره. 17مین ویژگی تشویق مشارکت دانش آموزان، یعنی همه دانش آموزان را در یادگیری فعال میکنه. 18میش ارتباط مثبت با والدین، یعنی والدین رو در مسیر یادگیری مشارکت میده. و 19مین و آخرین ویژگی پیشرفت مستمر و یادگیری مادام العمر، یعنی همیشه به دنبال یادگیری و بهبود خودشه. معلمان بزرگ کسانی هستند که نه تنها درس میدن بلکه الهام بخش و مربی واقعی هستند. با تمرین این 19 ویژگی شما میتونید کلاس خودتون رو به یه محیطی پویا، انگیزشی و یادگیرنده محور تبدیل کنید. امروز یه ویژگی رو انتخاب کنید و اون رو توی کلاس به کار ببرید و اثر اون رو مشاهده کنید.